سلام، خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو بررسی میکنیم که چجوری دو زبون C و C++ رو توی نرم افزار ویژوال استودیو کد نویسی کنیم. این آموزش دو قسمت. یک قسمت نرم افزار ویژوال استودیو کد رو نصب میکنیم و اکستنشن های مورد نیازش رو معرفی میکنیم و روش اینستال میکنیم. و قسمت بعد نصب کامپایلره. ما اول از نصب کامپایلر شروع میکنیم. کامپایلر پیشنهادی من MinGW یا MinGW هست که لینکش رو اون پایین توی دیسکریپشن میذارم و میتونین از طریق همون دانلودش کنین. این لینکی است که من داخل دیسکریپشن برای شما اولین لینک گذاشتم. این رو کپی میکنین و توی براوزر دلخواهتون اینو پیست میکنین که من اینجا از گوگل کروم استفاده میکنم. اینو بالای صفحه پیست میکنین و به صورت خودکار پایین سمت چپ MinGW در حال اینستال هست. صبر میکنین که 45 مگابایت دانلود شه. بعد از اتمام نصب روی این علامت به سمت بالا میزنیم و شو این فولدر رو میزنیم. زمانی که شو این فولدر رو زدیم ما رو میاره تو قسمت دانلودز و بهمون نشون میده نرم افزار رو. میتونیم روش کلیک سمت راست رو کنیم و اوپن رو بزنیم یا اینکه دابل کلیک سمت چپ رو بزن. بعد از اینکه این کار رو کردیم از همون مسیری رو میخواد که MinGW رو توش اکسترکت کنه. حالا مسیر دلخواهتون رو مشخص میکنیم. اجازه میدیم که فایل MinGW اکسترکت شه و صبر میکنین تا زمانی که علامت آبی اینستال به آخرش برسه. زمانی که اکسترکت تموم میشه همونجور که دیدید یکو اون صفحه اینستال غیب میشه. در اینجا باید بریم مکانی که برای اکسترکت فایل انتخاب کردیم که اگر یادتون باشه من فایل دی رو انتخاب کردم. داخل فایل دی همونجور که میبینین من میتونم MinGW رو مشاهده کنم. روش یک بار کلیک میکنم و وارد پوشه بین میشم. اینجا که وارد پوشه بین شدم جلوی بین یک کلیک سمت چپ میکنم تا بتونم پث یا مسیری که این فایل داره رو انتخاب کنم. بعد از اینکه این کار رو کردم کپیش میکنم و میبندمش. حالا وارد دیسپیسی میشم و روی یک قسمت خالی کلیک سمت راست میکنم. پراپرتیز رو میزنم. بعد ادوانسد سیستم سیتینگ رو میزنم و environment variables رو انتخاب میکنم. حالا اینجا پث رو انتخاب میکنم و ادیت میزنم. توی این قسمت من باید روی نیو بزنم و مکانی رو که توی قسمت قبل کپی کردم اینجا پیست کنم. با یک کلیک سمت راست و پیست. بعد از اینکه اینو پیست کردم روی اوکی میزنم و پنجره های قبلی رو هم با زدن دکمه اوکی میبندم. حالا که کامپایلر MinGW رو نصب کردید برای اطمینان از اینکه روی سیستمتون نصب شده روی علامت استارت یا ذره بین میزنید CMD رو سرچ میکنید. روی کامند پرامپت میزنید مینویسید G++ سپیس منها ورژن بعد دکمه اینتر رو میزنید. اگر یک همچین چیزی بالا دیدید یعنی اینکه G++ یا همون MinGW مون به صورت درست نصب شد. این بود از نصب کامپایلر MinGW. میریم سراغ اصل کاری که نصب نرم افزار ویژوال استودیو کد هست. برای نصب نرم افزار ویژوال استودیو کد شما میتونید روی دومین لینکی که من توی دیسکریپشن میذارم کلیک کنید و وارد سایت ویژوال استودیو کد شین. از اونجا این نرم افزار رو دانلود کنید. حالا من اون لینک رو اینجا برای خودم دارم. لینک رو پیست میکنم و وارد سایت میشم. برای دانلود نرم افزار ویژوال استودیو کد شما روی دانلود فور ویندوز میزنید. به صورت خودکار پایین سمت چپ نرم افزار ویژوال استودیو کد در حال دانلوده. صبر میکنین تا این کار انجام بشه. اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و نرم افزار ویژوال استودیو کد دانلود نشد روی این پیام کلیک سمت چپ میکنین و دانلود برای شما شروع میشه. بعد از اینکه دانلود تموم شد روی این علامت فلش به سمت بالا میزنیم و شو این فولدر میکنیم. حالا ویژوال استودیو کد هم اینجا ما میبینیم. بازش میکنیم. روی این پیام ستاپ اوکی میزنیم و بهش اجازهشو میدیم و این برامون باز میشه. اینجا اگریمنتش هست که حالا اگر دوست داشتین میتونین مطالعه کنین و روی I accept agreement بزنین روی دکمه next. اینجا ازتون مسیری رو میخواد که میخواین ویژوال استودیو کد رو داخلش نصب کنید. به این موضوع دقت داشته باشید که حداقل 306 مگابایت نیاز به جا دارید. پس روی دکمه براوز بزنید و هر جا از کامپیوترتون هر کدوم از لوکال دیسک ها که جای خالی دارید میتونید اون رو نصب کنید. من خودم شخصا لوکال دیسک دیو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. بعد از اینکه این کار رو کردین روی نکس میزنین. روی این پیام هم نکس میزنین.
حالا اگر دوست دارید که آیکون ویژوال استودیو رو توی دسکتاپتون داشته باشید میتونید این رو هم اوکی بزنید که بعد از نصب آیکون ویژوال استودیو توی دسکتاپتون باشه. نکست میزنین و اینستال میکنید. حالا باید بهش اجازه بدید تا نرم افزار ویژوال استودیو توی اون مسیری که براش معین کردین نصب بشه. بعد از اینکه نصب نرم افزار ویژوال استودیو کد تموم شد میتونید این تیک رو بزنید که بعد از زدن دکمه فینیش نرم افزار ویژوال استودیو کد باز شه. اینجا اینستال نرم افزار ویژوال استودیو کد تموم میشه. فقط یک قسمت دیگه داریم تا بتونیم کد بزنیم و کد هامون جواب بدن. باید حداقل 2 تا اکستنشن که اکستنشن های ضروری ما هستن رو روی ویژوال استودیو کد نصب کنیم. یا میتونیم کنترل شیفت ایکس رو بزنیم و یا اینکه روی این قسمت پایین سمت چپ کلیک کنیم و اکستنشن هامون رو سرچ کنیم. یکی از اکستنشن هایی که نیاز داریم C/C++ هست که وقتی سرچ کردین این رو براتون میاره و اینستالش میکنه. زمانی که اینستال تموم بشه یه همچین چیزی رو میبینید و یک اکستنشن دیگه رو نیاز داریم که اسمش هست کود رانر که حالا اگر کود رو هم فقط سرچ کنین براتون میاد. کود رانر این رو هم اینستال میکنین، کار ما تموم میشه و از حالا به بعد راحت میتونیم شروع به کد زدن توی زبان C++ و C کنیم. بعد از اینکه اکستنشن هامون رو نصب کردیم و کارمون تموم شد میایم یک فایل جدید میسازیم که توش تست کنیم ببینیم ویژوال استودیویی که نصب کردیم درست کار میکنه. توی قسمت فایل نیو فایل اینجا select a language روش کلیک میکنین و زبانی که دوست دارید باهاش بنویسین رو انتخاب میکنین. ما اینجا C++ رو انتخاب میکنیم و روش میزنیم. کدهای بیسیک C++ رو میزنیم که حالا من اینجا سری میزنمشون. خب حالا به طور مثال من اینجا cout سابسکرایب رو گذاشتم و ازش میخوایم دیباگ بگیریم. نحوه دیباگ گرفتن اینه که روی این علامت مثلث بالا سمت راست کلیک کنید. همونجور که دیدید ران شد و سابسکرایب رو به ما نشون. این هم نحوه نصب ویژوال استودیو کد روی ویندوز. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر هر سوالی داشتید و یا جایی به مشکل خوردید میتونید توی قسمت کامنت ها بنویسید.